امیدوارم روز خوبی داشته باشین. امروز اومدیم با مبحث ضرب تکنیکی خیلی ساده. اینجا 205 ضرب در 205 داریم. اول میایم میگیم 5 تا میشه 25 تا. 2 تا میشه 4 تا. خب حالا باز میگیم 5 تا 10 تا. 2 5 تا 10 تا. اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم. 10 به علاوه 10 هم میشه 20. جوابمون در میاد 42025. به همین راحتی. حالا یکی بعدی 405 ضرب در 405. میگیم 5 تا میشه 25 تا. 4 تا 16 تا. حالا 4 5 تا 20 تا. 5 4 تا 20 تا. اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم میشه 40. جوابمون در میاد 164025.